جنگ سالار سابق افغان گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه بعد پنهانکاری تخمینا 20 ساله به کابل برگشت. در قصر ریاست جمهوری افغانستان حکمتیار به صلح با طالبان دعوت کرد و حکومت کشور را ناعهده‌برا خواند. حکومت وحدت ملی در سراسر دنیا ناکام بوده است. شما نمی توانید در یگان گوشه دنیا نتیجه مثبت کار چنین حکومت را ببینید. اون به ویژه در افغانستان که وضع پیچیده دارد قابل عمل نیست و نمی تواند کاری را به ثبات رساند. پیام حکمتیار دلیل مشکلات است که دولت تحت رهبری پرزیدنت افغانستان اشرف غنی به آن روبرو شده است. سال گذشته اشرف غنی با حکمتیار یک سازش زید و نقیض امضا کرد و راه را برای بازگشت حزب اسلامی به قصر ریاست جمهور باز نمود. رهبری افغانستان بازگشت حکمتیار را حادثه مهم در روند مصالحه ملی افغانستان عنوان کرد. ما به ملت بزرگ افغانستان تعهد سپرده بودیم که زمینه تحقق صلح را فراهم می‌کنیم. امروز گام بسیار بزرگی در این راستا برداشته شده و این راه را تا تحقق صلح کامل در کشور ادامه خواهیم داد. حکمتیار هم پیمانهای سابقش طالبان را برادر گفت و خود را میان رو نامید که حاضر است به افغانستان صلح بیارد. من به اینجا به خاطر کمک به حکومت در تحکیم صلح و ختم جنگ آمدم. من برنامه شرکت در حکومت ندارم. من هیچ شرط ندارم و کدام کرسی وزیری هم برایم لازم نیست. این جنگ سالار قول داده است که ضرورت حضور نیروهای خارجی در خاک افغانستان را از بین میبرد. ساکنان کابل از حکمتیار قصاب نام میبرند، زیرا در سالهای 90 قرن گذشته موشکبارانهای پیوسته حزب اسلامی تحت رهبری او در پایتخت افغانستان هزاران نفر را به هلاکت رسانیده است.